امروز فرصت تغییر هست. جمله حضرت علی رضی الله تعالی عنه جمله معروفی داره که من عرف نفسه فقط عرف ربه. هر زمانی که تو به شناخت خود رسیدی به شناخت خدا رسیدی. هر زمانی که تو به شناخت خود رسیدی به تغییر رسیدی. هر زمانی که تو به خودشناسی رسیدی به جهان شناسی رسیدی و انسانهای دیگر رو میتونی بشناسی و این شناخت میتونه باعث تغییر در زندگی تو شود. پس یاد بگیر، بیاموز، تلاش بکن، مجاهده بکن و به علم و دانش خود را به هر شکلی شده برسان. امروز ما که بهانه نداریم. دنیا دنیای تکنولوژی هست، دنیا دنیای هوش مصنوعی هست. شما از هر جای دنیا بخواهید به هر علمیتی بخواهید میتونین برسید. بهانه که نداره. از همه مهمتر این که شما آیات الهی را بفهمین، آیات الهی را تفکر بکنین، آیات الهی را درک بکنین تا با شناخت آیات الهی با آن شناخت واقعی خود و جهان هستی برسیم.